الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بسیار عزتمند و گرامی قدر، امروز هم که باشد موضوع مهمی را که بیان میکنم، چگونه لشکرهای دجال و شیاطین بگوییم در این روزها به سبب این شبکه ها بین مسلمان ها تفریقه و فتنه اندازی میکنند و از همه مهمش از علم و ادب مسلمان ها را دور میکنند، با دلیل و حجتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم 1441 سال پیش به ما و شما خبر داده بود. به سمع شما میرسانم، شاید یک برادر، شاید یک خواهر یک روز گوش کند و به یک خلاصه بیاید که بداند که چگونه امروزه دشمنان اسلام، پیروان دجال و شیاطین دارند مسلمان ها را گمراه میکنند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در بابت شرف و بزرگی مؤمن سخن میکند، میگوید شرف المؤمن لا بالمال و النسب بل بالعلم و بالادب. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم شرف مؤمن، بزرگی مؤمن به مالداری و به نسبداریش نیست، میگه بلکه به علم است، به ادب است. مسلمان آن وقت شرفیاب میشوه، با عزت میشوه، او را مردم احترام میکنن و نزد پروردگارم با عزت میشه، به علم و بر ادب میشود. با مالداری مسلمان عزتمند شده نمیتونه، یا به نسبداری بچه فلانی هستم، من بچه فلانی هستم، تو با عزت شده نمیتونی نزد پروردگار مؤمن ها. وقت با عزت مکرم میشه در حالی که با علم باشی و با ادب باشی. انا عزیزان دل نظر کنید که اکثر امروزه ما و شما در این شبکه هایی که شب و روز هستند، از طریق ادنکلسنیک و فیسبوک و دیگرش هستند، همه مسلمان ها حضور دارند در این شبکه ها. کم مسلمان یافت می شود که این شبکه ها را به طریق فایده‌ناک، یعنی تعلیم و تربیه از این شبکه ها درس گرفته برای فایده خود تیار کند، به حد کم است. اکثریت ما مسلمان ها این شبکه ها را با فسق و فساد استفاده میبریم. اکثریت ما و شما در این شبکه ها نشسته هستیم، شب و روز نوارهای تیار میکنیم که یک بار خودمون همون نوار را نظر نمیکنیم که آیا خدا و پیامبر از این نوار ما راضی است یا نه. به چه خاطر؟ به خاطر که علم نداریم، ادب که نداریم، هر نوار هر طوری که دل خودمون بخواهد صحبت میکنیم، میپرتاییم. از هر جا هر گپی دروغ راست یافته مسلمان نگاه میکنی نوار میگذارد. به چه خاطر؟ به خاطر که از علم، از ادب دور است. علم هم دنیوی هم اسلامی در بر میگیرد که اکثر مسلمان ایران نمیدوند. از علم اسلام اگر نظر کنی، اکثر جوانا و جوان پسرها و جوان دخترها توحید نمیدونن، عقیده اسلامیشون نمیدونن، عملهای شرک نمیدونن، احکام دینشون نمیدونن مسلمان ها. چی برسد به جایی که جوانای امت اسلام امروز در علم دنیا دارن کوتاهی میکنن. از سبب چی؟ از سبب که این شبکه های پلید اونها را وقتشون، قیمتشون در این شبکه ها صرف میکنن، دیگه در علم دنیا وقتی ندارن که وقت خود را صرف کنن. به همین خاطر عزیزان دل زیرک باشه، دانا باشه که شرفی مؤمن، بزرگی مؤمن وقت پیدا می شود او با علم باشد، او با ادب باشد. در اسلام ملت پرستی شرط نیست، ما همه برادر همدیگر هستیم. در این شبکه ها نظر کنید که اکثر مسلمان ها از بی علمی و از بی سوادی و از بی تربیگیشون آب روی همدیگر را می رسونن. هر انسان دعوا میکنه ملت خودش چیکار کنه؟ بالا ورداره، تعریف و توصیف کنه. حالا اینکه شاعر میگوید که نه افغانی و نه ترک و تتاریم، چمنزار از یک شاخساریم. میگه نه افغانی و نه ترک و تتاریم، چمنزار از یک شاخساریم. تمیز رنگ بو بر ما حرام است، که ما نو پرده یک نودنی حالیم.
ما از یک پدر که حضرت آدم علیه السلام و ما حوا مادرمون بود، از یک پدر از یک مادر ما را خداوند آفریده است. بچه آفریده است، لیکن عزت مسلمان وقت پیدا می شود، شرف و بزرگیش وقت پیدا می شود، علم داشته باشد، تقوا پیشه داشته باشد، نزد مکرم نزد پروردگار بد می شود. نه امروزه اکثر مسلمان اگر نظر کنی از جهت علم، از جهت ادب در پسترین بگیم لحظه میسته. نه علم داریم نه ادب داریم اکثریت ما. اینا نگاه که دشمنان اسلام چگونه نقشه کشیدن تا که مسلمان ها وقتی مهمی خودشون به این شبکه های اینترنتی بگذارن، نه علم پیدا کنن، نه ادب، نه اخلاق، نه پیشرفتی مسلمانی پیدا کنن. اسلام هیچ محل ضدیت نشون نمیده که مسلمان باید علم دار نباشد، مسلمان جهان بینیش وسیع نباشد، بلکه کمی مسلمان پیدا می شود که این شبکه ها را طریق اسلامی استفاده برد. به حد کم است. اکثر ما و شما این شبکه ها را به طور استفاده میبرین که همش فایده دشمن است. آب روی همدیگر ریزوندن، همدیگر را تحقیر کردن، بزید همدیگر نوار کردن و دیگر عملهای بگیم که از طریق قمار و دیگر فاحشگی و فسق و فساد که همش به فایده دشمنان اسلام است. لیکن همش ضربه به امت اسلام است. همش ضربه به امت اسلام است. به چه خاطر؟ به خاطر که از علم دور موندیم، از توحید دور موندیم. یک برادر اگر یک نوار کنه که از صحبت از توحید بروه، از خداشناسی بروه، ما را نشان بده که این عملها شرک است، از دور باشه از این عملها، این عملها فساد هستند، یا در بیان فضیلت قرآن حدیث بروه، کمی انسان مسلمان پیدا میشه که او را نظر کنه. اکثریت مسلمان ها دارن نوارهای حرام تماشا میکنن و او را به همدیگر با پخش میکنن، در حالی که همه دعوا میکنه که ما الحمدلله مسلمان هستیم. حالا اینکه مسلمان باید پیرو عملی نیک باشه، نه پیرو بد. الله متعال من شما را توفیق بده که از این فسادها، از این حرامی ها همیشه دور باشیم.